بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. خب إن شاء الله درس امروزه ما در موردی این فصلی نو هست، در موردی اقسام یا تقسیمات وضوء، یعنی وابسته به حکمش. اما پیش از اون که درس نو را آغاز کنیم، از شاگردان خواهش میکنم که درس قبلی رو تکرار کنند. خیلی درسی کوتاه هست، یک نفر هم اگر کند باکی ندارد. اما میخواهم که یک شاگرد نو پیش کنید انشاءالله، و پس از کسانی که ثبت رو گوش میکنند، پس از پیش کردن درس ثبت ادامه خواهد داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون آغاز میکنیم از فصل نو، از باب نو. این باب در موردی چگونه ای که اشاره کرده بودم تقسیمات وضوء هست. امام شرنبولالی میگوید که الوضوء على ثلاثه اقسام. وضوء بر سه اقسام هست یا سه قسم دارد. یکمش این است که الاول میگوید فرض على المحدث. این رو غلط کرده، محدث نگوید. خب یعنی محدث عالم حدیث رو گفته می شود، یا کسی که حدیث نقل میکند یا حدیث بیان میکند. اما محدث کسی که در حالت حدث هست. خب اولین قسم وضوء این است فرض. ببینید دویمش میگوید واجب و سومش میگوید مندوب. للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومس القرآن ولو آية. یکمین یا اینکه اولین قسم وضوء این است فرض بالای محدث، یعنی بالای کسی که حدث دار هست. من برای شما فهمانده بودم که محدث یا اینکه حدث حالتی ناپاکی رو گفته می شود، نه اینکه خودی نجاست رو، بلکه حالت ناپاکی حدث گفته می شود. و محدث اسم فاعلش هست، یعنی که کسی که در حالت ناپاکی باشد. و حدث که هست دو نوع دارد، حدثی اصغر و حدثی اکبر. یعنی که حدثی یا حالت ناپاکی خرد و حالت ناپاکی کلان. وقتی که انسان تنها طهارت نداشته باشد، این را گفته می شود حدثی اصغر، حدثی خرد، حالت ناپاکی خرد. اما وقتی که انسان نیاز به غسل شرعی داشته باشد، این را گفته می شود حالت ناپاکی کلان. و این سه نوع دارد، چطوری که می دانید: نفاس، حیض و جنابه. به هر حال کسی که محدث باشد، چی یعنی در حالت ناپاکی کلان باشد، چی در حالت ناپاکی خرد باشد، در هر دوی حالت ها برایش طهارت کردن فرض می گردد وقتی که به این کارها نیت داشته باشد. اولا للصلاة، برای صلات، برای نماز. ولو كانت نفلا، میگوید که اگر چی نماز نفلی هم باشد، یعنی در غلط فهمی نیفتید که اگر نماز نفل باشد برایش طهارت کردن لازمی نیست یا اینکه تنها مندوب هست، نه، بلکه حتی برای نماز نفل هم طهارت کردن فرض هست. ولی صلاة الجنازه، و بعدا میگوید برای نماز جنازه. آیا کسی به من گفته میتواند که وقتی که اولا در اینجا مؤلف میگوید که للصلاة، برای نماز، یعنی یا اینکه برای نمازها، الکی نماز جنازت هم ما تحت همین داخل می شود. فکر شما چیست؟ چرا در اینجا نماز جنازه رو علاهیده کرده یک بار دیگر ذکر می کند؟ و رحمت الله و برکاته استاد جان. این و برای اون که نماز جنازه نماز کامل نیست، نماز پوره نیست، برای همون باشه. بله احسنتی. برای اون که نماز جنازت نماز کامل وقتی که میگوید نیست، یعنی دقیق تر گفته میتوانید که چی ندارد یا چگونه فرق میکند؟ رکوع سجود. احسنتون. از سببی که نماز جنازه چطوری که ماشاءالله میدانید سجده و رکوع که ندارد، شاید کسی در این غلط فهمی بیفتد که این نماز نیست یا این در صلات داخل نمی شود. و برای اون که کسی در این غلط فهمی نیفتد گفته، مؤلف این رو واضح میکند. نماز جنازه هم میگوید و میگوید برای سجده تلاوه. خب یعنی که بعضی آیت های قرآنی چی دارد؟ در آخرشون علامت سجده دارد و مضمون آیت هم به سجده کردن دعوت میدهد یا به رکوع کردن، به سجده کردن اشاره میکند. بعد از خواندن اون آیت ها یا شنیدن اون آیت ها، شخصی که در حالت حدث اکبر نباشد باید که فوراً یا از همه در وقتی قریب ترین باید که سجده تلاوت کند. سجده همان تلاوت همان آیت رو باید ادا کند. برای این سجده رو کردن هم
طهارت داشتن فرض هست و برای رسیدن مس القرآنی، برای دست زدنی مصحف، خود قرآن، خود یعنی شکلی زنده قرآن، یعنی مصحف رو، کتاب رو، ولو آیتن و حتی اگر یک آیت هم باشد. اکنون در اینجا حتی اگر یک آیت هم باشد، اگر شما در مراقی الفلاح نظر کنید، در اینجا امام شرنبوللی میگوید که مکتوبتون علی درهم او حائط لقوله تعالی لا یمسه الا المطهرون. میگوید که فرق نمی کند که این آیتی که در اینجا نوشتگی هست، این آیت مکتوبه یعنی که نوشتگی شدگی باشد، نوشته شده باشد بالای یک درهم هم، یا اگر بالای یک دیوار هم باشد، از سبب آیت قرآنی لا یمسه الا المطهرون که باید مصحف رو، باید او رو دست نزند مگر کسانی که طاهر هستند، در حالت پاکی هستند. اگر این آیت هم یعنی تفصیلات دارد و دو طرز میتواند ترجمه شود. یکم طریقه میتواند که با معنای اخبار ترجمه شود و دویم طریقه این است که میتواند به معنای امر ترجمه شود و فقه حنفی این رو به معنای امری میگیرد، یعنی که باید دست نزد مگر اون کسانی که طاهر هستند و کسانی که این رو همچون اخبار میگیرند اینها میگویند که این اشاره هست به فرشتگانی که او رو دست نزدن مگر پاکان، یعنی که مگر فرشتگان هنگام نزول قرآن. به هر حال یعنی در این مورد از جهت دلیل خیلی گپ‌های زیاد هست، ما کوشش میکنیم که درس خود را اول به تکمیل رسانیم که خیلی زیاد دیگر تفصیلات هست که ما باید پوره کنیم. و بعدا امام شرنبوللی میگوید که و سواء الکتابة والبیاض، یعنی میگوید که کتابت و سفیدی یعنی که خود صحیفه در این برابر هستند. یعنی که میگوید که فرض کنیم که یک صحیفه باشد، یک کاغذ باشد، یک درهم باشد، چه یک قلم هم اگر باشد، یعنی در این زمانه ما خیلی چیزهای زیادی هست، بعضی وقت خلطه ها می باشد یا سمکه ها می باشد، توتس گفته می شود به انگلیسی، شاید به روسی هم همین گونه یک چیزی گفته شود که بالای آنها یک آیت می باشد، یا برای دیوارها هر گونه چی می باشد، استیکرز می باشد با آیت های قرآنی. این گونه اشیا اگر آیتی قرآنی داشته باشند، آیا آنها رو دست زدن جایز هست؟ و آیا خود آیت رو اگر دست زده نشود، آیا همان کاغذ رو یا قلم رو یا همان گویم که خود خلطه رو دست زدن آیا جایز هست یا نه؟ در این دو قول هست که امام شرنبوللی به هر دوی آنها اشاره میکند. میگوید که هم جای نوشت و هم خودی سفیدی، یعنی که در کاغذ یک کاغذ جدا باشد، خودی کاغذ هم در این حکم برابر هستند. یعنی که اگر شما یک دفتر یک کاغذ رو درانید و بالایش یک آیت پوره رو نویسید، باید که پوره کاغذ رو دست داده نشود، نه سفیدی رو و نه خودی جای نوشت آیت رو. و بعدا اشاره میکند و میگوید که بعض مشایخنا انما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون الحواشي لانه لم يمس القرآن حقيقة وصحيح ان مسها كمس المكتوب. میگوید که و بعضی مشایخ، یعنی که بعضی عالمان فقه حنفی این گونه قول هم داشتگی هستند یا این گونه فکر هم داشته بودند یا دارند که آنها میگویند که تنها جای نوشت، یعنی که جای نوشت آیت رو دست دادن ممنوع هست، اما حاشیه همون آیت رو دست دادن، یعنی جای سفیدی رو دست دادن جایز هست، چون که آن در اصل خود آیت نیست، یعنی خود قرآن رو دست نزده است. اما در اینجا فتوای یکمی که من به شما پیش کردم زیادتر قوت دارد و عموما طبق همون قول فتوا داده می شود که انسان باید احتیاط کنند که حاشیه ها رو هم دست نزند در حالت ناپاکی، چی در حالت ناپاکی خرد باشد چی در حالت ناپاکی کلان باشد. خب اکنون دویمش میگوید و الثانی واجب للطواف بالکعبه، دویم نمود یا قسم طهارت، این طهارت واجب هست که برای طواف یعنی ضرورت میگردد برای طواف کردن. خب و سوم میگوید و الثالث مندوب، طهارتی پسندیده یا اینکه پسندیده یا اینکه اون چیزی که توصیه داده می شود. و در اینجا چندین تا عمل ها رو پیش میکند، کوشش میکنیم که تمام این عمل ها رو نظر کنیم. من اون سبب ها یا اینکه اون دلیل هایی که امام شرنبوللی برای بعضی این عمل ها پیش میکند من برای شما پیش میکنم، اما یک چیز رو فراموش نکنید که در اینجا میگوید مندوب و هر حکمی که ما تحت مندوب یا اینکه پسندیده یا اینکه توصیه داده شده داخل می شود برایش اونقدر دلیل قوی لازم نیست. من این رو در این قسمی به فکرم مستحبات برای شما یا آداب برای شما فهمونده بودم که هر یک عالم میتواند که یک کمی قولش یا اینکه آن چیزهایی که
داخل میکند ما تحت همان باب میتواند که فرق کند، از سببی که دلیل قوی داشتن برای آداب یا اینکه برای مندوب یا مستحبات چیزهای مستحب اونقدر دلیل قوی ضروری نیست، لازمی نیست. و حتی از سبب بعضی دلیل های ضعیفتر هم انسان میتواند که از برای احتیاط یا از برای خواهش کردن ثواب یا امید کردن ثواب میتواند که با آنها عمل کند. پس این رو فراموش نکنید پیش از اون که به این عمل ها داخل شویم. پس چی عمل ها در اینجا در آورده می شود یا در اینجا شامل کرده می شود؟ آن عمل هایی که با آنها دلیل قوی باشد، آن عمل هایی که برای آنها کمی دلیل ضعیفتر باشد و آن عمل هایی که به خلاف آن عمل یا اینکه کسی که آن عمل رو نکند یک دلیل قوی، یک دلیل چی قوی باشد چی یک دلیل ضعیف باشد که من به شما اشاره میکنم انشاءالله. یعنی که اگر از چیزی پرهیز کردن یا یعنی برای از چیزی پرهیز کردن اگر دلیل ضعیفتر باشد، همچون احتیاط آن را ما تحتی یعنی همان عمل رو نکردن داخل کرده میشد ما تحت همین مندوب، چیزهای مندوب، تا اینکه از برای احتیاط از آن عمل پرهیز کرده شود به مانند قهقه و غیره که می آید. خب یکم میگوید که للنوم علی طهارت، برای خوابیدن در حالتی پاکی، و اذا استيقظ منه و هنگامی بیدار شدن از آن یعنی که از خواب، وللمداومة علیه و برای دائمی بودن یا اینکه مداومت کردن در حالتی پاکی، علیه یعنی که بر آن یعنی که بر حالتی پاکی. اکنون این سه عمل یکم برای آنها چطوری که میدانید ما بعضی دلیل ها رو خوندگی هستیم قبلا که این یک عملی خوب هست، برای اینها حدیث ها هست. مثلا امام شرنبولایی خودش برای مداومت کردن بالای طهارت میگوید لحدیث بلال که من انشالله به شما میگویم. اما این سه عمل اونقدر یعنی با گفتگو یا تفصیلات ضرورت نداره، چون که اینها ظاهر هستن، اینها رو ما فهمیده میتوانیم وقتی که از خواب بخیزیم یا اینکه وقتی که پیش از خواب کردن این آداب یا اینکه این عمل های توصیه داده حساب می شوند و برای همه وقت در حالت پاکی بودن. چون که اگر دلیل هم نباشد ما میدانیم که ما می خواهیم که در این حالت از دنیا گذریم که در حالت پاکی باشیم، در حالت عبادت باشیم. پس اگر انسان دارای طهارت باشد پس از وضو کردن از دنیا گذرد، این برایش یک خوشخبری هست، این برایش یک انشاءالله که یک فایده هست. گرچند که کسی نمیگوید که طهارت داشتن انسان رو نجات میدهد از تمامی پرسش و سوالات، اما باز هم این یک نشانه خوب هست. پس چون که ما نمیدانیم که کی از دنیا میگذریم، همه وقت طهارت داشتن یا کوشش کردن که با پای طهارت بودن این یک عملی توصیه داده است یا توصیه داده می شود. به هر حال امام شرنبولایی در اینجا میگوید که لحدیث بلال، از سبب حدیث بلال. خب این رو به فکرم در شاید در همین مراقی میگوید، اگر در مراقی نبینید این رو در حاشیه طحطاوی گفته می شود. یعنی که امام طحطاوی بر کتاب مراقی الفلاح شرح نوشتگی هست، یعنی که شرح بالای شرح هست، فراموش نکنید. خود امام یعنی مؤلف همین کتاب یا همین متن امام شرنبولایی هست و امام شرنبولایی بالای متن همین خود کتابش مراقی الفلاح رو نوشتگی هست که به بعضی دلیل ها و بعضی سبب ها اشاره میکند، اما اونقدر به پورگی نه. و یک عالم دیگر می آید امام طحطاوی که یک شرح می نویسد بالای شرحی خود امام شرنبولایی به نام حاشیه طحطاوی علی مراقی الفلاح. پس بعضی نقطه ها رو من از اونجا برای شما پیش میکنم. میگوید که حاصل معناه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى مناما انه دخل الجنة و بلال امامه. خب من ترجمه همین حدیث رو به شما پیش میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب در خواب دیدند که به جنت در آمدند و بلال رضی الله عنه یعنی پیش آن حضرت صلی الله علیه و سلم می رفت، در حالی که صدای پایافزال او شنیده می شد. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند که سببی اون چیست، یعنی پس از بیدار شدن از بلال رضی الله عنه میپرسد که تو چی عملی میکنی که من تو رو یعنی در جنت دیدم، پیش از من میرفتی و صدای پایافزالات رو میشنیدم. یعنی من تنها معنای همین روایت رو با شما پیش کرده ایستادم و بلال رضی الله عنه در جواب گفت اینی کلما احدثت اتوضا و اصلی رکعتین، که هر وقتی که من در حالتی حدث می افتم یا حدث می کنم، یعنی که خود را از حالتی پاکی به ناپاکی می برم از سبب البته ضرورت های انسانی، یعنی طهارتم می شکند، من فورا طهارت می گیرم و 2 رکعت نماز می خونم. خب پس از این سبب است که این سبب شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بلال رضی الله عنه رو یعنی در جنت دید. و بعداً بعضی نقطه های دیگر رو میگویند، اما بعضی علما میگویند که این از سببی همان 2 رکعت نمازی
همون 2 رکعت نماز خواندن بود، نه از سببی مداومت کردن بر نماز، بر طهارت بخشش. اما بعضی علما میگویند که نه، این به هر دو چیز اشاره میکند، هم به فضیلتی مداومت کردن یا دائم و در حالت پاکی بودن و هم اشاره میکند به البته تهیه طهارت رو خواندن، تهیه الوضو رو خواندن. خب و بعدا میگوید ولی الوضوء علی الوضوء، برای داشتن یا برای گرفتن وضو بالای وضو، یعنی که گرچندی که انسان طهارت دارد، اما از سببی که در روز قیامت اعضای بدنی امت محمد صلی الله علیه و سلم روشن میگردد، چون که آنها طهارت میکردن، نماز میگذراندن، برای بیشتر طهارت کردن، یعنی که حتی که انسان طهارت دارد باز هم بالای طهارتش میخواهد طهارت کند برای تقرب، اگر باید داشته باشد، در درس‌های اول این پیش آمد، برای این هم مندوب هست. اما در اینجا یک نکته رو پیش میکند امام شوربولاری، میگوید که وللوضوء علی الوضوء، اگر خواهی نظر کنید به مراقی الفلاح، میگوید اذا تبدل مجلسه لانه نور على نور و اذا لم يتبدل فهو اسراف. یک نکته خیلی مهم رو میگوید که برای اون که البته طهارت خودش یک نور هست، یک چیزی هست که یک وسیله عبادت هست، یک عبادتی هست که وسیله هست به یک عبادتی مخصوص میبرد یا به یک عبادتی اساسی میبرد، اما این تنها آن وقتی هست که مجلسش رو تبدیل کند، یا اینکه روشن‌تر بگویم وقتی که با همین طهارتش یک عبادت رو ادا کند. اگر یک عبادتی رو ادا نکند با این طهارتی که الکی دارد، این اسراف حساب می شود. اگر انسان طهارت داشته باشد اما نه قرآن بخواند، یعنی که این طهارت رو برای دست زدن قرآن استفاده یا مصحف استفاده نکند، برای نفل خواندن استفاده نکند، یعنی برای طواف باشد استفاده نکند، برای هیچ چیز استفاده نکند، تنها بشیند و بخیزد دوباره خواهد که رود و طهارت کند، این اسراف حساب می شود. یعنی که در اینجا خیلی یک باریکی هست که شما باید بفهمید که این عمل رو از اسراف جدا می کند. میگوید که وقید بالوضوء، این تنها قید شدگی هست، یعنی مخصوص هست برای طهارت، چون که لان الغسل علی الغسل و التیمم علی التیمم یکون عبثا، چون که بالای غسل یک غسل جدید رو کردن یا اینکه بالای تیمم یک تیمم دیگر کردن، این بیکار هست، این یعنی گویا اسراف هست، بیکار هست، فایده ای ندارد. عبثا یعنی بیفایده هست. طهارت بالای طهارت، برای این عمل ما یک دلیل داریم، یک اشاره های داریم در شریعت و در نصوص که این فایده دارد و این توصیه داده می شود برای کسی که خواهد که همه وقت یعنی تقرب حاصل کند به الله سبحانه و تعالی. اما غسل شرعی وقتی که انسان بکند، میتواند که بالای غسلش طهارت کند هر وقتی که خواهد یا هر وقتی که یک عبادت رو پیش برد، اما بالای غسل کردن این اسراف حساب می شود و این بیکاره هست، چون که انسان هیچ فایده رو نمیگیرد، نه فایده گویم که جسمی و نه فایده یعنی شرعی یا اینکه دینی. به هر حال میگوید که امام طحطاوی میگوید اذا تبدل مجلسه او ادى بالاول عباده مقصوده من مشروعیه الوضوء. یعنی امام طحطاوی در اینجا توضیح میدهد که وقتی که امام شروبولاری میگوید که اذا تبدل مجلسه، یعنی که وقتی که مجلس خود را تبدیل کند، هدف این چیست؟ معنای این همین است که وقتی که با این طهارت یکم یا این با این طهارت قبلی یک عبادتی رو به جای بیاورد. امیدوارم که شما این رو فهمیدید که فرق بین اسراف کردن یا طهارت بیفایده کردن یا طهارت اسراف کردن و فرق بین طهارت برای تقرب چیست و یعنی برای طهارت بالای طهارت کردن که توصیه داده می شود چیست. خب و بعد غیبت میگوید و پس از غیبت کردن. از اینجا تا به فکرم اینجا گوش کنید و من همه اینها رو یک جای کرده میفهمونم. میگوید پس از غیبت کردن، غیبت و کذب و پس از دروغ گفتن و نمیمت و پس از نمیمه اگر ندانید من این را به تاجیکی ترجمه کرده نمیتوانم اما فهمانده میتوانم. نمیمه وقتی که یک انسان با مقصدی فساد انداختن، با مقصدی فساد کردن بین مردم هر گونه گپ ها رو میبرد و پهن میکند، یعنی گپ های مردم رو هر سو میبرد با نیتی فساد. سخنچینی احسن. و بعد کل خطیئت و پس از هر گونه خطاکاری یا اینکه هر گونه گناه. این خطای یعنی انسانی نیست که انسان اگر خطا کند در پخت و پز یا خطا کند در گفتار یا رفتار نخواست یک خطا کند. این خطیئه یعنی معصیه، یعنی گناه کردن پس از هر گناه. و بعد میگوید و انشاد شعر و پس از قرائت یا اینکه گفتنی شعر. خب تو اینجا یعنی که از اینجا از پس از غیبت کردن تا آخری شعر بفهمید که تمام اینها سببشون یک هست. خب سببشون همین است
که اینها عملهای گناه هستند. عملهای گناه هستند و طهارت یک سببی هست که گناه ها را پاک میکند و از همین سبب است که پس از این گونه عملها اگر انسان طهارت کند امید می‌دارد، یعنی در اینجا امید هست که الله سبحانه و تعالی از سبب همین طهارتش او را از گناه پاک کند. و حتی اگر گناهش بخشیده نشود، یک فایده طهارت در اینجا این است که وقتی که انسان طهارت میکند گویا که روح خود را تازه میکند، در حالتی از حالت حدث به حالت پاکی می آورد و شاید که روحش و خودش و دلش و قلبش و سرش، یعنی فکرش، فکر و مفکورش از گناه دور شود و میل گردد به توبه کردن یا به البته استغفار کردن. یعنی که در اینجا می تواند که طهارت به او یک فایده بدهد. چطوری که اگر پس از گناه کردن بشیند و استغفر الله بگوید یا اینکه بشیند و دعا کند، این چیزها می تواند که او را یعنی به بخشیده شدن برد یا اینکه به توبه کردن کشاند یا به بس کردن این گناه ها ببرد. همین خیلی هم طهارت می تواند که به روح او و به فکر و مفکوره او یک فایده بیاورد. خب و خود امام شرنبولادی چی میگوید؟ میگوید که و بعد کل خطیئت، یعنی بعد از هر گناه، و انشاد شعر، و پس از گفتن شعرها. چی میگوید؟ یعنی در اینجا یک قید میگذارد، میفهماند که هر گونه شعر بد نیست، چون که بعد به شما شاید سوال خلق شود که امام شافعی خودش یک دیوان و شافعی داشت، یعنی خودش شعرهای علمی و شعرهای اسلامی میگفت و خودش یک قوت شعری داشت و ما منظومات داریم، ابیات داریم. یعنی در خودی درس‌های اسلامی یا در فن‌های اسلامی یعنی شعر یک جای دارد تا وقتی که شعری یعنی گناه نباشد یا قبیح نباشد. از این سبب است که امام شرنبولادی خودش توضیح می‌دهد و میگوید که و انشاد شعر قبیح، یعنی که این مقید هست، این قید می شود تنها با شعری که قبیح باشد، یعنی که با خواندن شعری که یعنی ناپسندیده باشد و شعری بد باشد، شعری که در آن در مورد گناه یعنی سخن گفته شود، در مورد نامحرم ها گفته شود، یعنی این گونه شعرها یا در مورد معصیت و در مورد شرک و این گونه چیزها اگر گفته شود و این چیزها رو تعریف کرده شود، این گونه شعرها قبیح حساب می شوند. میگوید که لأن الوضوء یکفر الذنوب الصغائر، چون که طهارت سبب میگردد برای بخشیده شدن یا برای کفاره کردن، یعنی پاک کردن گناهانی صغیره، گناهانی خرد. و بعدا میگوید و قهقهة خارج الصلاة لأنها حدث صورة، میگوید امام شرنبولادی، یعنی که و پس از خندیدن بیرون از نماز. یعنی در اینجا طهارت تنها توصیه داده می شود، تنها پسندیده هست، نه اینکه ضروری هست. یعنی شما تشویش نکشید و در اینجا سختی به خود نکنید که هر وقتی که بیرون از نماز شما خندیدید، یعنی که با صدای بلند خندیدید، این گونه فکر کنید که طهارت شما شکست. طهارت نمی شکند با خندیدن در حالتی که انسان بیرون از نماز باشد. اما در اینجا تنها توصیه داده می شود. از چه سبب؟ امام شرنبولادی میگوید زیرا میگوید که بلند خندیدن شکلاً یعنی حدث هست، یعنی تنها شکلی حدث را دارد، نه اینکه حقیقتاً. چون که اگر انسان در درون نماز باشد و با صدای بلند یعنی قهقهتاً با صدای بلند بخندد، هم طهارتش و هم نمازش می شکند. از سبب حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون صحابه رضی الله عنهم که در نماز خندیدن، با آنها گفتند که روید و دوباره طهارت کنید و دوباره نماز خوانید. از این سبب از سبب همین حدیث یعنی فقه حنفی دلیل میگیرد. اما اگر انسان بیرون از نماز باشد و بلند با صدای بلند بخندد، طهارتش نمیشکند و نه طهارت کردن برایش ضروری هست، نه لازمی هست، نه فرض، نه واجب هست، اما توصیه داده می شود از سببی که این شخص به یک شکل موافقت کرد یا خود را در یک صورت قرار داد، در یک حالت قرار داد که حقیقتا نه، اما تنها از جهت شکلش با یک ناقض طهارت برابر شد، یک عملی رو انجام داد که اگر در درون نماز می بود طهارتش می شکست. و بعدا می گوید که و غسل میت و حمله، و پس از غسل میت، شستن میت. گویم غسل یعنی شستن، اما هدف همون غسل میت می باشد. شستن میت یعنی کسی که از دنیا گذشتگی باشد، یعنی مرده که می گویم، و حمله و پس از برداشتن میت.
در اینجا امام طحطاوی میفهماند، اولا خود امام شرنبولری میگوید که لقوله صلی الله علیه و سلم من غسل میتا فلیغتسل و من حمله فلیتوضا، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که هر کسی که میت رو بشوید پس بگذار که غسل بگیرد و هر کسی که او رو بردارد پس بگذار که او طهارت بگیرد. اما امام طحطاوی که امام طحطاوی هم فقه حنفی، یک عالم فقه حنفی می باشد، رد میکند قول امام شرنبولری را، یا گویم که اصلاح میکند قول امام شرنبولری را در مراقی الفلاح، که ببینید که مراقی الفلاح کفایه نمیکند برای فهمیدن فقه تماما، یعنی با پررگی. امام طحطاوی میگوید که نه، این درست نیست، چون که اگر ما این حدیث را میگرفتیم پس در اینجا نمیگفتیم که طهارت کردن پس از شستن برای او توصیه داده میشود، بلکه باید ما میگفتیم که مجبور میشدیم که بگوییم که باید که پس از شستن میت باید غسل بگیرد، چون که در حدیث میآید که پس بگذار که غسل بگیرد. پس همین رو من به شما پیش میکنم. میگوید که لقوله صلی الله علیه و سلم من غسل میتا، میگوید که این حدیثی که امام شرنبولری پیش میکند همچون دلیل، میگوید فیه نظر، که در این یعنی فیه نظر معنا دارد که در اینجا یعنی باید نظر کرده شود، یا در اینجا یک احتمالی خطا هست، این دقیق نیست. از چی سبب؟ میگوید فانه يدل على ان المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء، همین چیزی که من به شما حالا فهموندم، چون که میگوید که از این حدیث برمی آید که کسی که میت رو میشوید باید غسل بگیرد، نه اینکه طهارت. و امام حلبی هم همین گونه گفته است در الشرح الکبیر، و میگوید که امام احمد از همین حدیثی که من حالا به شما پیش کردم چی دلیل گرفته است و با چی حکم، یعنی از همین حدیث چی حکم بیرون کرده است، استخراج کرده است که هر کسی که میت رو بشوید باید که غسل کند، یعنی باید که نه، اما غسل برایش مندوب هست. پس در اینجا میگوید امام طحطاوی که نه، این دقیق نیست، پس از شستن میت غسل کردن در اینجا اونقدر توصیه داده نمی شود، چون که یا اینکه همین حدیث رو همچون دلیل پیش کردن دقیق نیست. کسی البته خواهد پس از میت غسل بگیرد، پس از میت طهارت بگیرد، البته ممانعتی نیست، عمل ناجایز نیست، اما این گونه گفتن که این توصیه داده می شود از سبب همین حدیث، این گپ دقیق نیست، بلکه اگر کسی خواهد می تواند که پس از شستن میت غسل بگیرد تا اینکه از خلاف فقهی خود را بیرون کند، چون که طبق مذهب امام احمد پس از شستن میت غسل کردن مندوب هست و پس از برداشتن البته مندوب هست، یعنی پسندیده هست که انسان طهارت کند. به هر حال این حدیث اگر شما یعنی خواهید که این حدیث رو دقیق تر ببینید، این حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت می شود من غسل میتا فلیغتسل و من حمله فلیتوضا. این را امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی در کتابشان روایت کردند و حسنه، یعنی که و این حدیث را حسن شماریدند. به هر حال بعد از این میگوید که ولی وقتی کل صلاة، میگوید برای وقتی هر نماز. چطوری که میدانید برای چی توصیه داده میشود؟ تا اینکه انسان آماده باشد برای بجای آوردن عبادت، یعنی در اینجا این گونه معلوم میشود که انسان سراسیمه هست که حکم الله را بجای بیاورد، پس توصیه داده میشود. و قبل غسل الجنابه، و پیش از غسل جنابت اگر کسی خواهد که یعنی برای عبادت آماده شود، یعنی برایش توصیه داده می شود که اول طهارت کند و بعدا غسل کند تا اینکه هر دوی عبادت را یا هر دوی عملهای پاکی را بجای بیاورد. و بعدا میگوید که ولی الجنوب عند اکل و شرب و نوم و وطء. خب تا اینجا یعنی که برای کسی که در حالت جنابت باشد، هم برای زن و هم برای مرد، میگوید یعنی طهارت کردن توصیه داده می شود هنگام خوردن، نوشیدن و خواب کردن و دوباره با همسر خود، شوهر با زن خود یک جای شدن. خب یعنی که طهارت کردن توصیه داده می شود برای یعنی پیش از این عمل ها را انجام دادن. اکنون در اینجا کمی تفصیلات هست. امام شرنبولری به فکرم در کتابش و امام طحطاوی در کتابش میگوید که لما رواه البخاری و عائشه رضی الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاه، که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت میکرد که خواب کند پس از در حالت جنابت آمدن، یعنی پس از جنوبی شدن، وقتی که نیت میکرد، اراده میکرد که خواب کند،
اول میرفت و استنجا میکرد، یعنی شمگاه خود را میشست و بعد از آن طهارت میگرفت به مانندی که طهارت میگیرند به نماز و بعدا خواب میکرد. خب و امام احمد میگوید که ولی احمد و مسلم والاربعه و ابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى میگوید اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. یعنی در این کتاب های حدیثی که من حالا با شما ذکر کردم حدیثی می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی که یکی از شما با همسرش یا با زنش، یعنی با همان میگیم که شوهر و زنش، اگر خواهد که اگر هم خوابگی کند و بعد از آن دوباره اراده کند، دوباره یعنی نیت داشته باشد که دوباره یعنی در همان وقت نزدیک شود و دوباره هم خواب شود، پس بگذار که بین این دو عمل یا این دو مرتبه، این دو بار بگذار که طهارت کند. میگوید فلیتوضا بینهما، بین آنها بگذار که طهارت کند، وضوءا، به مانند طهارت، به مانند وضوئی که به نماز کرده می شود. خب اما اکنون در اینجا بعدا امام طحطاوی میگوید و اما الوضوء عند اراده اکل او شرب فالمراد به اللغوی، یعنی طبق مذهبی یا فقه حنفی در اینجا وقتی که گفته می شود که هنگام یا پیش از خوردن و نوشیدن، یعنی این دو عمل، پیش از این دو عمل وقتی که گفته می شود یا در احادیث می آید که غسل کند، بخشش وقتی که در احادیث می آید بله که غسل، کلمه غسل می آید، معنای غسل در اون احادیث غسل لغوی هست، یعنی که شستن دهان، و در بعضی حدیث می آید شستن دهان و بینی، یعنی که در حدیث هایی که ما همچون دلیل می گیریم برای پیش از خوردن و نوشیدن طهارت شرعی ذکر نمی شود. امام طحطاوی این را برای ما وضاحت می دهد، بلکه پیش از خوردن و نوشیدن تنها به ما توصیه داده می شود که ما دهان خود را و بعضا دهان و بینی خود را بشوییم، اما طهارت گرفتن توصیه داده نمی شود. تنها پیش از خواب کردن و پیش از دوباره با این یعنی با شوهر خود یا با زن خود نزدیک شدن، تنها پیش از این دو عمل یعنی طهارت کردن به مانند طهارت وضو توصیه داده می شود، اما پیش از خوردن و نوشیدن تنها شستن لغوی یعنی توصیه داده می شود، یعنی شستن دهان. خب پس برای این دو عمل پیش از خوابیدن و پیش از دوباره واطی کردن من برای شما فهموندم که چی حدیث ها رو ما همچون دلیل میگیریم و بعدا اکنون برای خوردن و نوشیدن امام طحطاوی میفهموند که آن آثار یا احادیثی که ما همچون دلیل میگیریم در آنجا کلمه غسل که می آید هدفش تنها غسل لغوی هست. میگوید که و اما الوضوء عند اراده اكل او شرب فالمراد به اللغوي لما روى الطحاوي وابو داود وابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه. میگویند یعنی امام طحاوی، امام ابو داود، امام ابن ماجه، تمام این محدثین از عایشه رضی الله عنها روایت میکنند که فرمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اراده میکرد، وقتی که نیت میکرد که بخورد، چیزی بخورد، وقتی که در حالت جنابت می بود، دستهای خود رو میشست، دستهای خود رو میشست. من دهان گفتم، دهان و بینی گفتم نخست. هدفم بود که در بعضی حدیث ها دست ها می آید و در بعضی حدیث ها دست ها و دهان می آید، نه اینکه بینی. خب این را غلط نفهمید. دست های خود رو میشست، یعنی که در اینجا هدف چیست؟ شستن لغوی، یعنی دست ها رو شستن. این را غسل گفته می شود. و بعدا میگوید قال في شرح المشكاة وعليه جمهور العلماء وفي الخانية الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب المستحب له أن يغسل يديه وفاه وإن ترك لا بأس به. امام طحطاوی میگوید که در یک کتاب دیگر در الخانیه می آید، یعنی کتاب فقهی هست، جمهور علما بر همین هستند که جنوبی، کسی که در حالت جنابت باشد، اگر اراده کند که بخورد یا اینکه بنوشد برایش مستحب هست. مستحب و مندوب یک حکم هست که دستهایش رو بشوید و دهانش رو بشوید و اگر نکند باکی ندارد. میگوید لا بأس به، یعنی باکی نیست. پس خلاصه در اینجا چی شد؟ کسی که در حالت جنابت باشد، یعنی کسی که به زن خود، به شوهر خود نزدیک شود، برایش مستحب هست، برایش توصیه داده میشد، پسندیده هست که پیش از دوباره هم خواب شدن، پیش از دوباره نزدیک شدن و پیش از خواب کردن طهارت کند حدی اقل. خب در اینجا یک حکمت هم هست که اگر از دنیا گذرد، کسانی که به جسد او، یعنی کسانی که جسد او را میشویند و غسل میدهند، غسل میت میکنند، آنها به بینی و دهانش آب داخل کردن نمیتوانند، باید پخته گذارند. پس
چی می شود؟ یعنی غسلش نامکمل میماند گویا شکلان صورتن. پس بهتر است که دهان و بینیش شسته باشد تا اینکه وقتی که آنها بدنش را و جسدش را بشویند غسلش مکمل باشد، چون که میدانید که غسل به غرغره دهان و بینی مکمل نمی شود. البته میت از این حکم جدا هست، اما این بهتر هست برایش از جهتی روحانی و از جهتی شرعی، و برایش توصیه داده می شود که پیش از خوردن نوشیدن حداقل دستهایش رو و دهانش رو بشوید، یعنی غسلی لغوی. خب کوشش میکنیم زود تمام کنیم. ولی غضب در اینجا میگوید که هنگامی غضب امام شرنبولای میگوید لقوله صلی الله علیه و سلم ان الغضب من الشیطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود في الأدب. أي ولو كان متوضئا فإن اشتد الغضب ندب له الغسل قاله في مواهب القدير. امام شرنبولای میگوید که از سببی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که کسی که به شبهه غضب کردن، غضب شدن، قهر کردن، قهر یا غضب این از شیطان هست و شیطان از آتش آفریده شدگی هست و تنها آتش با آب خاموش می شود. پس هرگاهی که یکی از شما خشمگین شود یا اینکه غضب شود باید که پس بگذار که وضو بگیرد، و این را امام احمد و امام ابو داود روایت کردند. و امام شرنبولای میگوید که حتی اگر متوضئ باشد، یعنی که حتی اگر در حالت طهارت هم باشد، باز هم اگر خشمگین شود، اگر غضب شود، رفته طهارت دوباره بگیرد، برای همین سبب برایش پسندیده است. ولی غضب و قرآن میگوید، و قرآن، و هنگامی اینجا قرآن تنها آمده است. چی معنی دارد؟ هنگامی قرائت قرآن، یعنی که برای دست زدن طهارت داشتن فرض هست، اما برای تلاوت کردن فرض نیست، تنها پسندیده هست. البته ادباً بهتر هست که انسان طهارت داشته باشد، اما فرض کنیم که اگر کسی مصحف رو دست نزند، کاغذ رو دست نزند، کتاب رو دست نزند، تنها از ذهنش، از فکرش در حالت حدثی اصغر، نه اینکه اگر خواهد که تلاوت کند، برایش طهارت داشتن مندوب هست، نه اینکه فرض یا اینکه واجب. و حدیث و روایته و دراسة علم، و برای نقل کردن یا شنیدن یا روایت کردن حدیث و برای مجلس حدیث، برای روایت کردن آن، یعنی روایت کردن حدیث، دراسة العلم برای البته روایت کردن یا برای درس خواندن علم، آموختن علم. البته برای تمام این عملها چطوری که باید بدانید ادبا مستحب هست که انسان طهارت داشته باشد. و اذان و اقامت و لخطبه، دیگر تمام اینها هم ادبا توصیه داده می شود. برای اذان، برای یعنی اذان دادن، ادای اذان، کسی که مؤذن باشد، برای اقامت را هم برای اقامت دادن، ولی خطبه، برای خطبه دادن، چگونه خطبه که باشد. و زیارت النبی صلی الله علیه و سلم، برای زیارت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و وقوف عرفه، و برای ایستادن یا وقف کردن، یعنی ایستادن در عرفات. ولی سعی بین الصفا و المروه، و برای سعی کردن بین صفا و مروه. برای تمام این عملها در حج، این عملها یعنی طهارت داشتن برای هر این عملها ضروری نیست. برای مثلا سعی کردن طهارت لازمی نیست، برای وقوف عرفه طهارت داشتن ضروری نیست، بلکه مندوب هست، مستحب هست. چقدر که انسان تواند که در حالت طهارت باشد، همون قدر ادبا توصیه داده می شود. و اکل لحم جزور، در اینجا میگوید برای خوردن گوشتی شتر. از چی سبب؟ اینش و این اخیرانش مهم هست. برای خوردن گوشتی شتر جزور، برای اون که در اینجا یک حدیثی پیش کرده می شود. اگر باید داشته باشید، در اول من گفتم که اگر یک حدیثی باشد که از جهت قوتش کمزور باشد یا ضعیفتر باشد، اما از یک عمل ممانعت کند، منع کند، ادبا توصیه داده می شود که از همان عمل پرهیز کرده شود. پس یک حدیثی می آید من اکل لحم جزور فلیتوضا. یک حدیثی هست که با پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده می شود که کسی که گوشتی شتر را بخورد بگذار که طهارت کند. اما این حدیث با این لفظ ها ثابت نیست و در تحقیق این حدیث علما میگویند که لا اصل له بهذا اللفظ، یعنی که با این کلمه ها، یعنی عیناً با همین کلمه ها این حدیث وجود ندارد.
اما یک حدیثی هست یعنی ثابت شدگی هست وقد ثبت ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء من حديث جابر بن سمره. حديث جابر بن سمره هست ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. که در روایت امام مسلم آید، یعنی که از جابر رضی الله عنه، جابر بن سمره روایت شدگی هست که مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید آیا پس از خوردن گوشت گوسفند آیا وضو بگیرم؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب یعنی فرمود که اگر خواهی وضو گیر، اگر نخواهی وضو نگیر، یعنی لازمی نیست. و سپس آن مرد سوال کرد که آیا پس از خوردن گوشت شتر وضو بگیرم؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جواب گفت که بله. و این حدیث رو امام مسلم روایت میکند. اما طبق فقه حنفی ما با این حدیث جوابهایی رو داریم. میتواند که این از سبب قوت سندیش باشد، این میتواند از این سبب باشد که این حدیث در اول اسلام بود بعدا منسوخ شد. یعنی در اینجا تفصیلات خیلی زیاد هست، اما از یکی از همین سبب ها، از یکی از همین سبب های فقهی این حدیث را ما یعنی به ظاهرش پیروی نمیکنیم، بلکه تنها برای احتیاط میگوییم که اگر کسی گوشت شتر بخورد برایش تنها توصیه داده می شود که اگر برایت مشکل نباشد، اگر یعنی وقت داشته باشی، سراسیمه نباشی، بهتر است که طهارت بگیری تا اینکه خود را از همین اختلاف هم بیرون کنی. خب اما لازمی و چی نیست، لازمی نیست، واجب نیست. و در آخر میگوید یعنی این آخران این گوشت شتر ما را به این آخران نقطه میبرد که به این هم کم دخل دارد ولی الخروج من خلاف العلماء کما اذا مس امرأة. و برای بیرون شدن از اختلاف علما، یعنی از اختلاف علمای فقهی که بعضی وقت در بین مذهب های فقهی اختلاف هست، اگر انسان همچون احتیاط اگر تواند که خود را از اختلاف بیرون کند و برای آن طهارت لازم باشد، برای بیرون کردن خود از اختلاف اگر طهارت کند خود را بیرون میکند، پس توصیه داده می شود که طهارت کند. با مانندی که در اینجا یک مثال می آورد، با مانندی که وقتی که زن را دست زند، یعنی که این اشاره هست به فقه شافعی که طبق فقه شافعی اگر یک مرد زن را دست زند، لمس کند، یعنی پوست او را، در آن وقت طهارتش میشکند. اما طبق فقه حنفی ما این را نمیگیریم، یعنی آنها آیت قرآنی را ظاهرا میگیرند، اما ما در این آیت معنای ظاهریش را نمیگیریم، بلکه معنای دلالت النص را میگیریم، یعنی که معنای مجازیش را میگیریم. یعنی که در آیت 43 سوره النساء که می آید او لامستم النساء، یا اگر شما زنها را دست زده باشید، یعنی که باید غسل کنید، یعنی ما معنای جماع رو میگیریم، یعنی که اگر مرد با زنش جماع کند باید که غسل کند. از این سبب اگر کسی که یعنی پیروی فقه شافعی نباشد، حنفی باشد، اما دست یعنی زن رو دست زند، پوستش به پوستش رسد، از برای بیرون کردن خود از این اختلاف، یعنی که اگر طهارت کند ضرری نمیبیند طبق فقه حنفی، اما اگر طهارت نکند طبق فقه شافعی طهارتش شکسته شده شماریده می شود. پس برای بیرون کردن خود از اختلاف فقهی تا اینکه طبق هر فهمیش فقهی درست باشد می تواند که طهارت کند. طهارت کردن برایش توصیه داده می شود. خب پس انشالله در همین جا درس را میگذاریم، در همین جا درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.